مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، اینجا رسانه پشت پرده است و بنده امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سر حال باشید. کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو هم تنبل بازی ده نیاد این پای ماینای دکمه است نوشته سابسکرایب، بزنید و سابسکرایب بکنید و تشکرم میکنم از اسپانسر محترم برنامه که این امکانات رو در اختیار ما گذاشتن که دوستان عزیز بتونن عملیات‌های اداری خودشون رو بدون اینکه عروسی چیزی بره تو پاچشون با همین یه دونه به عشق جنیفر و خاله الکسیس و سایر برابرش بزنن و حالش رو ببرن. امروز در برنامه پشت پرده براتون یک برنامه جنجالی داریم و راجبه خیلی از سلبریتی ها، افرادی که به من دایرکت داده بود و کامنت داده بود و پیام داده بود و صحبت ها و گفته بودید راجب اینا افشاگری بکن، امروز میخوایم در برنامه پشت پرده راجبشون افشاگری بکنیم. از احسان علی خانی بگیر، الان من دارم نگاه میکنم، تا منوچهر هادی و ماجرای جدایش از یکتا ناصر و هومن سیدی و رامبد جوان و پژمان جمشیدی و خلاصه خیلی از برا بچه‌هایی که راجبشون صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که آقا راجب پشت پرده هاشون بگو. خلاصه امروز برایشون یک برنامه پروپیمون از کارهای اداری و غیر اداری یه سری از سلبریتی ها رو برای شما داریم که ببینید چه آشفته بازاری صنعت پررونق سینمای ایران و چه فسادهای عجیب و غریب و اصطلاحاً در سینمای ایران اتفاق میفته. اول از همه در خصوص این چهره احسان علی خانی به شما بگم که در حال حاضر ایشون ممنوع الفعالیت هستن، همونجوری که در استوریای پیج اینستاگرام هم گذاشتم. اگر تنبلی نفرمایید و پیج اینستاگرام ما رو فالو بکنید، البته پیج دوم، این پیج اول هم این زیر نوشته شده، پیج دوم هم توی بیو همین پیج هست، ببینید گفتم که احسان علی خانی ممنوع الفعالیت شده. حالا ممنوع الفعالیت یعنی چی؟ یه چیز مندرآوردی توسط آخوندها و سایر برابچ هستش برای کسایی که معروف و محبوب هستن داخل ایران. یعنی شما یه چسته تو ایران معروف و محبوب باشی، حالا فرقی نمیکنه عادل فردوسی پور میخوای باش، وریا غفوری یا علی کریمی و کسای دیگه، یه ذره بخوای معروف بشی و اینور اونور اینجور بکنی، سریع ممنوع فعالیتت میکنن. خب این ممنوع فعالیتیه یه مقداری دوزش از بقیه ممنوعیت بالاتره. قبلا ممنوع تصویر میکردن، یعنی میگفتن آقا طرف تصویرش توی صدا و سیما پخش نشه، اون میشد ممنوع تصویری. بعد از اون اومدن گفتن که خب نه، حالا بذارید یکم دوزشو بیاریم پایینتر، مثلا میمدن یه عده از این افراد رو ممنوع ورود میکردن مثلا به صدا و سیما. این افراد میتونستن تو پروژه‌های سینمایی، پروژه‌هایی که تو پلتفرم‌های اینترنتی هستن فعالیت بکنن و اونجاها فعال بودن، اما توی صدا و سیما هم ممنوع تصویر بودن هم ممنوع ورود بودن به سازمان. الان جدیدن یه تز جدید دادم و کلا گفتن ممنوع فعالیت، یعنی این شخص اگر بخواد هر فعالیتی بکنه اجازه بهش نمیدن، مجوز بهش نمیدن، حالا چه توی پلتفرم های اینترنتی مثل فیلمو و نماوا، چه توی صدا و سیما، چه توی بخشای مختلف. علت چیه؟ چون خیلی میگفتن خب دلیل این که احسان علی خانی ممنوع فعالیت شده چی هستش؟ با توجه به نفوذ داداشش توی حوزه حراست و اینها، با توجه به اینکه بعد از کشته شدن مهسا امینی دیدی دیگه، زن ابی رئیسی رئیس جمهور مملکت هم اومد گفتش که مهسا امینی به قتل رسیده دیگه، اینو دیگه عملا خودشون هم گردن گرفتن و یعنی چی؟ یعنی کشته شده توسط مامورای امنیتی. احسان علی خانی مثل خیلی از سلبریتی ها اومد واکنش نشون داد، مثل عادل فردوسی پور، وریا غفوری، به خصوص علی کریمی و خیلی از افراد دیگه. همین قضیه باعث شد که احسان علی خانی رو ممنوع فعالیت بکنن. حتی توی ماجرای خوی و جای دیگه هم که به احسان علی خانی حضور داشت، هیچ کدوم از فعالیت‌های ایشون، چه دماغم هم میخوره علتش چی بنویسید، پوشش داده نشد. از اون طرف تمام کسایی که تو طول این چند سال گذشته احسان علی خانی در برنامه‌های مثل ماعسل یا حتی جوکر یا برنامه‌ای که بحث استعدادیابی‌های تلویزیونی داشت مثل عصر جدید آورده بود، معرفی کرده بود، حالا افرادی مثل میثاقی و خیلی دیگه، این افراد به نوعی احسان علی خانی رو
دور زدن و خودشون حالا جداگونه رفتن فعالیت کردن و کارهای دیگه کردن و عملا احسان علی خانی موند و حوزش. این وسط حالا این احسان علی خانی هم یه تیکوتاک ریزی هم با این چهره میزد، حالا یکم زوم بکنیم و اینا، که البته این خانومی که این وره که قطعا خانم لیلا هوتادی که میبینید، این اواخر هم با این چهره تیکوتاک میزد. آیه منوچهر هادی که میدونید که در حال حاضر منوچهر هادی از یکتا ناصر جدا شده و قبلا هم توی ویدیو هم گفته بودم این تیکوتاک هم با لیلا هوتادی میزنه و کلا سیستم هنرمندها تو ایران اینطوریه، این میره با رفیق اون میره با رفیق این میره با، یعنی لامصب این حرکات در جیم که هیچی ولش کن، در جنگل ها هم قفله و اتفاق نمیفته. چند وقت پیش من راجع به هومن سیدی برای شما افشاگری کردم، گفتم که از سال 85 تا 92 هومن سیدی با آزاده صمدی بود، تو ویدیوی قبلی هم گفته بودم. بعدش از اون جدا میشه، سال 93 میره با یه خانم به اسم بیتا اصلانی آشنا میشه و ازدواج میکنه. جالبه بدونید که خانم بیتا اصلانی که ما اینجا عکس ایشون هم میبینیم که حالا ما تونستیم از یکی دوتا از این سایت ها به سختی گیرش بیاریم، دوست صمیمی خانم آزاده صمدی بود. چهره آزاده صمدی اینجا میبینید، خانم بیتا اصلانی و هومن سیدی که عکسای 3 نفرشون رو هم میبینید که اصطلاحاً میاد آزاده صمدی رو دور میزنه و قاپ شوهره رو میدزده و میره با شوهره. دیدید دیگه بعضی از این دخترها گیر میدن به پسرا، میگن آقا حق نداری بری فلان مهمونی فلان جا فلان، دخترام شوهرمون اینا رو میزنن و از این صحبت‌های. درست دقیقاً همین اتفاق مشابهی که برای هومن سیدی افتاد و رفت با دوست خانومش دوست شد، این اتفاق برای رامبد جوان هم، البته بگم برای سحر دولتشاهی این اتفاق رخ داد دیگه. سحر دولتشاهی دوست صمیمیش نگار جواهریان بود که حتی میرفتن خونه‌شون رو میومدن. رامبد خانم سحر دولتشاهی رو بر زد رفت با نگار جواهریان. یعنی ببینید چه آشفته بازار و چه جنگلیه این فضای هنرمندها. و از اون طرف ماجرای پژمان جمشیدی هم باحاله که خیلی ها میگفتن که آقا راجع به پژمان جمشیدی هم افشاگری بکن، که میدید که الان پژمان جمشیدی تقریبا یه 7-8 ماهی هستش که با این چهره خانم نگار فرهمند، یکی از این بلاگرها که یه مدتی هم توی قبرس میگن درس خونده بوده و مدرک لیسانس تبلیغات، مدیریت تبلیغات اینا رو گرفته، با پژمان جمشیدی دوسته. پژمان جمشیدی هم که از اون آدمای حشری اند عصبی که دیگه اصلا اسپانسر برنامه براش جواب نمیده و خلاصه یه با هر آن کسی که شما فکر کنید بوده. پارسال هم البته من شنیده بودم به خاطر اینکه میخواستن اقامت یونان رو بگیرن دوتایشون ازدواج کردن، یه خونه هم توی آنالیای ترکیه خریدن. حالا این پژمان هم یه حرکت ریزی میزنه، این نگاره رو میپیچونه و خلاصه این بلاگرها چه ها که نمیکنن. اون از بهرام رادان که زنش یه خانم بلاگره که مخشو زد و این هم پژمان جمشیدی که یه بلاگر اومده مخشو زده. این نگار فرهمندی هم که شما میبینید ایشون هستش، قبلش این شکلی بوده، یعنی از این حالت به این حالت در اومده. یه بار با سرعت میرم این حالت بوده، یعنی ببینید یه عمل بینی چه ها میکنه، یه فتوشاپ ریز هم اونجا زده، این حالت شده، یعنی این حالت زرت به این حالت تبدیل شده و یعنی ما هر چی میکشیم از این پزشکای زیبایی تو ایران هستش که میزنه، میکوبه، میسابه و کلا لولو رو به هلو تبدیل میکنه. این تازه قسمت اول افشاگری ما از روابط ضبط در دوست خانوم با این کی بوده، چون خیلی از بازیگرا بودن، خیلی از این افراد حالا سویچ کردن روی شوهرای دوستاشون یا دوستاشون سویچ کردن روی این افراد. خلاصه یه نون رابطه ضبطری گروه چیزی هستش که دور هم دیگه میخورن. خیلی سعی کردم که این برنامه رو جمع و جور ضبط بکنم با سرعت بالا، چون خیلی ها میگفتن آقا اینترنت و یوتیوب تو ایران فیلتره، ما نمیتونیم ببینیم، طبیعتا ویدیوها رو کوتاه‌تر کن. ولی شما یه لطفی بکنید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو اگه سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید و ویدیوها رو به لحظه ببینید، ما خیلی انرژی بیشتری میگیریم. خیلی مخلصیم.